روز بین‌المللی حفظ کودکان امسال در شهر دوشنبه نسبت سالهای قبل با شکوه‌تر تجلیل شد. در این چاره‌بینی که 1 ایون در مجموعه فرهنگی اهارون یا سابق آمفی‌تئاتر برگزار شد، بیشتر از 2,500 کودکان و نورسان شرکت کردند. چاره‌بینی امروزه با اشتراک زیاده از 2500 نفر کودکان و نورسان پایتخت برگزار گردید و باید قید کنیم که در چاره‌بینی امروزه با تمام اشتراکداران این چاره‌بینی تحفه‌های تهیه نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، یعنی که در این روز با تمام کودکان و نورسان سپاریده شد. در این چاره‌بینی میان نورسان آزمون‌های رسمی بهترین و مسابقه ششکه و شاهمات بازی دایر شده غالبان را با تحفه‌ها قدردانی کردند. صابر یکی از این نفران است که در این چاره‌بینی چند حریف خود را در شاهمات بازی مغلوب کرده است. من 4 سال شد در شاهمات مشق میکنم. من به اینجا اومده 3 نفر را بریدم. من کلان شوم، میخوام که شاهمات باز شوم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. قسمی از همه با شکوه این چاره‌بینی برنامه تئاتر کنونیده مؤسسه‌های ابتدایی پایتخت بود که در تالار آمفی‌تئاتر برگزار شد. نماینده حکومت شهر دوشنبه نامه تبریکاتی رئیس پایتخت را به نورسان قرائت نمود. در این روز همچنین در همه مؤسسه‌های تعلیمی ابتدایی و باغچه‌های کودکانه و در نزد بناهای استقامتی از این روز تجلیل کردند. از شماره بیش از 8 میلیون نفره تاجیکستان حدود 2.5 میلیونش را کودکان از 5 تا 17 ساله تشکیل می کنند. 1 ایون هنوز در سال 1925 در انجمن جهانی وضع کودک در ژنو به حیث روز کودک مقرر شده بود. این روز به صفت روز کودک بیشتر در کشورهای کمونیستی سابق تجلیل می شود. در کشورهای دیگر روز 20 نوامبر یعنی تاریخ تصویب شدن اعلامیه حقوق کودک و پیمان بین المللی حقوق کودک همچون روز کودکان تجلیل می شود. روز جهانی کودکان در تاجیکستان در حال تجلیل می شود که سازمان‌های اجتماعی و جامعه مدنی همیشه از مورد خشونت و زورآوری نسبت کودکان، استفاده از نیروی کاری آنها و همچنین کمبود غذای اطفال تاجیک نگرانی می کنند. سال گذشته یک تحقیق نشان داده بود که سبب کوتاه قد بودن 300,000 کودک در تاجیکستان استعمال غذای کم ویتامین و نامناسب است. همچنین سال گذشته هنگام بررسی تأسیس وکالتدار حقوق کودک در پارلمان وکیلان با نگرانی گفته بودند در 2 سال اخیر 2400 کودک و نابالغ به تحصیل فرا گرفته نشدند. تجلیل کردن این روز را اصلاً بهانه برای دوباره توجه کردن به این نسل جامعه و مشکلاتشان می‌دانند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.